سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه ها من آمیکس هستم و امروز اومدم ویدیو رونمایی از اکانت جدیدم رو براتون بگیرم. بچه ها این اکانتی که من گرفتم راستش با یه اکانت قبلیم تاق زدم که قرار بود ویدیوش رو براتون بذارم، ولی از اونجایی که صدا گذاری ویدیو خوب نبود من دیگه تصمیم گرفتم که ویدیوش رو براتون نذارم. ولی اکانت قبلی رو بهتون نشون بدم. چیزای زیادی نداشت ولی خب کلی خاطر داشتیم باش. این اکانت قبلی ما بچه ها لول 61 آیدیش 2543 73 23 15 آیدی خیلی روندی داشت بچه ها. صاحب جدیدش یه ذره زیادی عقل کله. آره یارو اکانتو گرفته، اصلا معلوم نیست باش چیکار میکنه، فقط احساس کنم گرفته. حالا ما به اینا کاری نداریم، مبارکش باشه بچه ها. تو این ویدیو من اکانت جدید خودم بهتون نشون بدم که دیگه اکانت خیلی خوبی هم هستش بچه ها. شاید مثلا بگین الان این چه ستیه زدی، ولی ما که عقده ست نداریم. درست عقده ست ندارم که بگم این چه ست. شعاری میفرماید که جاست ست برزیلی. این همش یادت باشه بچه ها. حالا بریم اول از ست یا دنس یا هر چیز دیگه. من اول از ست شروع میکنم. خب بچه ها ستاشو که میبینی از کلاه بهتون شروع کنم. کلاه که نه، موه. خب این موه رو داره، این بویا پس، این کوه، این فکر کنم این کو بود، این ماجیکیوبه، این اصلا نمیدونم چیه. به فانتوم طلا باشه. خب این چه؟ اینم که برای این چیز ست قبلا آفر بود، بعد تو باکس اومد. مو ونوم، این ست قبلا گلدلیار و گلد رویال. اینم که اصلا کلا فقط مو سامورایی. این کلاهه که کلاه خالیه. این که برای تاپ اپ اسکوادی بود. خب این کلاه هم که برای این ست است. خب بریم حالا تو بخش ماسکا. من موندم این موه بچه ناکو، این موه، ولی چرا تو بخش ماسکاست؟ ناکو الان من برم اینجا این موه رو بزنم ناکو میپره. چرا این موه هم ببره تو بخش موها نه ماسکا؟ خب حالا خلاصه قشنگ اون مارکر. این ماسکر رو داریم. این دوتا که چیزن، چی بود اسمش؟ چی بود؟ آجی چیزه چی بود این پس یارو؟ بذاریم بهتون بگم وایسا. اینا اینکوباتر یادم. خب برای این بود دیگه. نکنین چه نتی. این ماسک با این ماسک. خب دیگه ماسک فانتوم، این ماسک وایت زرد، وایت بنفش، این کار سامورایی چی. حالا این دیگه به اینا توجه نکنید. با این ماسک خیلی قدیمیه دیگه اینا. و حالا بریم ماسک میناتو، اینکی بیا پس، این بابای ناروتوه کیه؟ این چه ماسکار دیگه ببینین دیگه خودتون. نه آروم میارم پایین که شما برید. شبیه زومبیه. جوکر عیادش بخوای، جوکر خیلی قدیما شاخ بود. خب این چیه؟ من به میگم ماسک گاوی شاخ داره. اکانت شاخ بنده چی میگه؟ اینا پایین‌تر اینو داره و حالا اینا داره. خب بریم تو تتو چش. بذار ماسک خوب بذارم که تتو منش. خب تتو من کلن اینا باورتون میشه بگم شاید یه بار کلن باش پلی دادم. من بیشتر اینو میدم، کلن این بالتره. اینا تتو هم که دیگه ببینیم، اینم که دیگه زمین است. خب میریم تو بخش بالاتنه. این که ست آفر بود میناتو. این ست تانجیرو بود. تانجیرو دیگه همون ست است که گفتم این موه رو داره. این موه گفتم من نمیدونم برای چیه. ست اونه. این که الیت دوزدان 3 البته بهش میگه. بعد حالا دوزدان 3 رو نفهمیدن دوزدان. این سته حالا بالاتنش قشنگ بود گذاشتین. فانتوم که دیدین چه نتی دارم بچه‌ها. ایران عالیه، حتما نصب کنید. خب دیگه گفت وایت زرد نتون خب وایت بنفش. این سته که اصلا فقط بالاتنه است. ست کارتون خواب
من بهش میگم کارتون خواب. این هم که ست اینکو بود. خب این که یه ست رندوم، این ست خیلی کفششو دوست دارم. این هم که مجانی رایگان. این نمیدونم چی بود، این هم خوشگله. این هم که مجانی داره بویا پس و این هم داره بابای ناراتو دیگه. این اینکوه رو داره، الیت دیگه. این هم فکرم الیت. چرا ما بیرون. خب ایران عالی بچه، ایران حتما درست میشه. خب حالا من میرم پایین دیگه، آروم آروم خودتون نگاه کنید دیگه این چیا داره. اکانت به نظر من اکانت جالبی بود. پایین تا اینجا. این ولتنج خوشگل. خب شلواراش داریم بچه. شرمنده راستش من در مورد راستش با یه ادیتوری داشتم صحبت میکردم در مورد ویدیو اینا دیگه. حالا داره پیام میده بهم دیگه، من حالا این پیام رو بلور میکنم. خب بچه شلواراش هم که دیدین دیگه، من حواسم نبود. این میناتو بویا پس، اینکو، این ماجیکیوب بود، وایت این که رایگان بود. دیگه من مارک بزمون. خب این هم که اینکو شلوار قلبی. خب این شلواره، این و این و این. خب بریم پایین تر. به چه خوشگلی. این دندونش طلاه، من دندونم طلا نیست. فقر و برکتیه خود. حالا بریم پایین تر ببینید چیا داریم. این هست بچه ها. برای این ویدیو تامنیل خوشگل درست کردم، الان دارید میبینید. من درست نکردم ولی خب ادیتورم درست کرد. اینجا این کفش، این جردن اسم میشه. این دمپایه، این کفشه، این به همراه این. خب حالا بریم تو بخش چی؟ من این باندلاشو تونگ سهور کوسه. این برای ایونت مکلارن بود. خب بچه ها دنساش 51 دنس داره، فقط 2 تاش ساعتیه. این دنس گام مکس، اسکی مشت مکس زیاد چیز جالبی هست. این دنس قلب، این گردن تو میزنن. این هم دنس احترام، دنس قورباغه خسته، عقاب، دنس پولداری. ما پول نداشتم دیگه نذاشتم. خب اینو میزنیم. بویا پس پرای نمیدونم چیه. خب این دنس رونالدو خیلی جالب بود. اون موقع بشه گفتم دنس رونالدو، نمیدونم چرا. بذار این دنس ماشین، اصلا اون موقع تو لابی یکی اینو میزد میگفتیم چه پول داریه. دنس زامبی گشنه. ببینیم دیگه چی داره. دنس الیت بالا پایین میره. خب دیگه دنس اینو که فقیریه نداریم. این اینجا تو بگ اینا که مهم نیست. اسم ماشین این مکلارن داشته ولی من اینو گذاشتم. خب اینا که دیگه فقیریم و هیچ نداریم. باشه کارت اسم میخوام. کارت اسم جم بزنی، کارت اسم بگیم. خب حالا بریم تو بخش گانا رو M4 15 تا داره، دوریت داره، خوبه. AK این خودش همون یه ریت ها، من نمیدونم چرا پاور اینو گذاشتم. همین پاور اینو میذارم. خب بچه انقدر نتم قویه. اسکار 7 تا داره، اسکار خوب ندارم. گرزار که بگذاریم. فاموس هم نه. ایکسم خوب ندارم متاسفانه. N94 خوب ندارم متاسفانه. N94 خدا یه N94 ریت داری بیاد تو بازی من میگیرم برای حتی لولی شده دیگه. G36 اصلا G36 یاد اسکیل خوبی نداریم تو بازی، همین هم داریم کفایت میکنه. خب
خب وودپیکر بچه وودپیکر نکنین ته فقیری یه دونه اسکین دارم براتون. AC80 4 تا دارم، یکی ساعتیه میشه. خب اسکیس اینا که ما نیست، از اینا هم که کلا جامپ بزن میره. UMP لول 3 داره، دریت داره، این برای هالووین بود فکر کنم، اینو داره، یه اینا هم داره که من دیگه حالا اومدم پاور این دریت رو گذاشتم روی اسکین لولی. MP5 دریت داره، من گذاشتم روی قرمز خیلی قدیمی خوشگله. VSS که سک میزنه ولش کن. خب MP40 هم که کوبرای لول 4 داره، P90 دریت داره دیگه. من حالا ظاهر هم گذاشتم. این چیه؟ CG15 اینم که نه. تامسون همین بهترین اسکینش همین. دبل ویکتور که کلا جامپ بزنیم. مکتن اینا بهترین اسکینیه که دارم. بیزونم که جامپ. خب M10 من M10 برفیو دارم ولی احساس میکنم این M10 بهتر میخوره. نمیدونم چه چیزی فکر میکنم. احساس میکنم این برای من یکم سنگینه، همچین حسی بهم میده. خب این اسپاس هم که دریت، دلولم که لولی دارم. اینم دقیقا احساس میکنم سنگینه، هد نمیخوره، بخاطر این گذاشتم رو اسکینه این بازی کنی بهت میده. خب اسنایپ هم یه دونه اسنایپر دارم، کلا اسنایپ زیاد ندارم. اینم که کارآمدش هیچی ندارم. میونه پشت یخزن 2 تا اسکین دارم که این خیلی خوبه، ریلود داره، گذاشتم رو ظاهر این خیلی خوشگله. M24 هم که یه دونه دارم کلا به درد بخور. اینم 2 تا نفوذ به وست داره، اینم زیاد مالی نیست. VSK 94 نمیدونم چرا 94 رو VSK حساب میکنیم. پیستول این بیل بلک داره، این بیل بلک داره، این کی بیل بلک داره دیگه. از این بیل بلک نداره. اینم یه دونه بیل بلک داره ازش. مینیوزی کلا 2 تا بیل بلک داره که یکیشو میشه تو دست گرفتن با گلد رویال میشه. خب این چیه؟ هر چیزی اسمشو نمیدونم، اسم اصلیشو نمیدونم، ما چی دیمش میگم. خب این بیل بلکه برای این بود که برای سایت اون دیزرت مایا بود، جیم میزدی بهت میداد. این داداشمون برای این جیم داد و این بیل بلک بهش داده. دیالا این چیزا مهم نیست اینا. خب اینم نه. کاتانا کوبرا رو داره، این آتیشه رو داره. اینا که دیگه این که توی جیم بنفش اومده بود. رایگان اینم رایگان. خب این چیه؟ عصای اسرائیل من بهش میگم. ناکن این بیل بلک هم این برای بویا پسه. این رایگان این بویا پس. اینو نمیدونم راستش برای چیه. خب می تو اسکیم مشت داره لول 4 دستش باز شده. اسکین یخ خواهی بچه زیاد جالبی ندارم راستش بخواهیم. من اسکین یخ بویا پس ندارم. مثلا این حالا یه چیزی دیگه، مثلا این یه چیزی یا این یه چیزی مثلا. آره بچه خلاصه این بود اکانت من. آره اکانت به نظر من میصرفید که این اکانت هم با اون اکانت هم تاق بزنم، یعنی اون اکانت هم با این تاق بزنم، چون اون حالا بگذاریم بچه ها. این آیدی اکانت خواستین میتونین ادفرین بدین با هم دیگه پلی بدین. بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.